بسم الله الرحمن الرحیم. من این کیس رو شل تکنیک اومدم کار بکنم و در واقع کورتیکال پلیت های آلوگرافت هم استفاده کردم. این نتیجه کارمه. آقای استاد شیعه‌زاده لطفاً بفرمایید که اشکال کار من کجا بوده، چرا همچی اتفاقی رو شاهدش بودم. این چیزی که توی تصویر به نظر میرسه فکر کنم مهمترین عامل پرایمری کلوژر و تنشن فری بودن فلپ یکی از عواملی بوده که میتونه روی این قضیه تاثیر گذاشته باشه و دوم این که لبه های پلیت آلوگرافتتون به نظر از لبه استخوان فراتر که رفته روند نشده. اگر روند میشد در این حد شدید ممکن بود اتفاق نیفته. آیا استاد طالبی عزیز، آیا این اگر بلاک اتوگرافت بود یا بلاک آلوگرافت بود در واقع با یه همچین صحنه‌ای مواجه می‌شدید، اپروچ شما فرق می‌کرد یا نه؟ یعنی منیجمنت این کیس فرق می‌کرد یا نه؟ اگر اتوژن باشه خب طبیعتاً منیجمنت اون فرق می‌کنه. خب بلاک شما چیکار می‌کنی؟ من در خیلی مواقع ممکنه مثلا 1-2 میلیمتر اکسپوژر داشته باشم. تو اون گونه مواقع میام لبه ها رو تریم می‌کنم و حداقل باید می‌ذارم 2 هفته بگذره که بافت اونجا هیل بشه، بافت نرمم. بافت نرم که هیل شد میام لبه ها تیزی‌ها رو حذف می‌کنم و بعد با شستشوی یعنی اول یه ذره میتراشین، بعد اجازه میدین هیل بشود و بعد چیکار می‌کنین؟ هیچی؟ دیگه خودش ترمیم میشه. بعضی وقتا مشابه این باشه، اگر چیز باشه حتما بایستی فلپ بدی، ادوانسش کنی و بعد بیای خب مدیریت زخم رو انجام بدی. در غیر این صورت اگه کوچیک باشه ممکنه خیلی از وقتا با همون روند اصلاح بشه. مرسی. آقای دکتر حاجی زاده، من وقتی که یه همچین وضعیتی رو ببینم، اگر بیام دوباره سوچور بزنم اینجا رو چه اشکال داره؟ توی برخورد با کیس هایی که همین شکلی با پلیت های آلوگرافت هستش، منم تجربه خیلی زیاد در واقع این شکلی داشتم روشون و یه مقدارش من فکر میکنم که به خاطر همینطوری که دکتر شیعه‌زاده فرمودن لبه های تیز ناحیه‌ای که هستش و یکم کار کردن سخت با این پلیت های آلوگرافت نسبت به اتوژن هستش و حالا یه نکاتی هم دکتر طالبی داشتن در خصوص موفقیت با این آلوگرافت که استفاده کنن، ولی اگر یه همچین وضعیتی باشه توی پلیت آلوگراف، من با توجه به عفونتی که روی اون ناحیه ممکنه اینفکشنی که روی اون ناحیه شکل گرفته باشه، من منظورم خارج کردنش رو ترجیح بدم به اینکه بخیه زدنش چی؟ بخیه زدنش دوباره، یعنی دوباره اکسپوز میشه، یعنی دوباره اکسپوز میشه. استاد نظر شما؟ یه فاکتوری که به نظر من خیلی اهمیت داره در فرآیندهای جی بی آر سرعت عمله. هرچی که اون زخم میزان طولانی‌تری باز باشه و با حالا فاکتورهایی که در محیط دهان هست، باکتریا، میکروفلورایی که هستن، اون احتمال ووند هایسنس ما رو بیشتر میکنه. در نتیجه ما اولین اقدامی که بعد انجام بدیم آماده سازی بدمون هست. بعد که آماده سازی انجام شد، هاروستمون انجام بشه و هر چه سریعتر اون پرایمری کلوژرمون رو داشته باشیم. در این مواردی که به هر حال زخم باز میشه، اگر ممکنه که به خاطر شل شدن سوچورها باشه و شما اون اضافه بافتی رو میبینید، در این حالت احتمال این که ما با بخیه بتونیم منیجش بکنیم هست. ولی اگر که حالا ما با هر چی باشه، نه اضافه های بافتی که سالم هستن و وایتال، شل شدن بخیه ها این انگار ووند، یعنی مثلا کی اتفاق بیفته؟ بعضی از جنس های بخیه ها مثلا ویکریلا اگر از خیلی انتها اینا رو کات نه منظورم اینه که تو چه فاصله زمانی؟ فاصله زمانی کمتر از یک هفته. کمتر از یک هفته؟ بله. ولی اگر که به هر حال بافت ها یه مقداری به خاطر بستن پرفشار این ناحیه باز شده باشه، مجدد بخیه کردن قطعا دوباره باز خواهد شد. استاد اشکو شما نظرتون؟ منم با آقای دکتر موافقم که تجربه من با آلوگرافت ها میگه همچین دیسنسی سوچور مجدد فایده ای نداره وقتی با آلوگرافت طرفیم. توی اتوگرافت ها شاید
نتایج بهتری بگیریم با دبریدمان یا سوچور مجدد، ولی آلوگرافت ها همون اول خارج کنیم. خب آیا استاد برای سوچور مجدد نیازی به فرش کردن لبه ها هست یا نه، یا فقط هم دوباره سوچور بزن؟ اگر اتوگرافته هم نیاز به فرش کردن لبه ها هست، هم نیاز به دبریدمان کردن استخوان گرفته، سطحش باید بتراشین یعنی. بله با مجدد. مرسی. بفرمایید. با شما مخالفم که در طول یک هفته شما بخواید دوباره این سوچورینگ انجام بدید. من گفتم اگر فقط لبه ها به خاطر باز شدن بخیه شل شده باشه. به هر حال چون اونجا بافت ملتهبه، وقتی بخواید ما شما سوچور کنید حتی موقع سوچورینگ اصلا کل بافت رو لثه میکنه و پاره میشه. بنابراین اگر بخواد ریسوچورینگ انجام بشه به نظر من تو هفته اول اصلا کار صحیحی نیست و تو این الوگرافت هایی که به این ترتیب اکسپوز میشن به نظر من خارج کردنشون اولویت اوله. پس من حالا صحبت اساتید رو جمع‌بندی بکنم. ببینین اگر اتوگرافت اکسپوز بشه به خاطر اینی که شما بافت زنده رو برداشتید و این بافت زنده به هر حال بلافاصله همونطور که اساتید جراحی فرمودن اون سرعت عمله خیلی مهمه. بد رو آماده کردین، خون رسانی آنژیوژنز رو دکورتیکه کردین، خون بیاد به ناحیه، خب اون وایتالیتیه بالاخره تا حد زیادی حفظ میشه. فرق میکنه با زمانی که یه بلاک آلوگرافت یا یه کورتیکال پلیت آلوگرافت که کاملا مرده است بخواین پیچ کنین تو ناحیه. استخوان کورتیکال اگر تنها باشه 80 روز طول میکشه سرعت آنژیوژنز شما. حالا فکر کنیم تا اون بافت زنده است، عروق داره، دهانه عروق هنوز بازه، یه بافت مرده تا بخوادین بره داخلش. برای همین هم هست وقتی شما بلاک آلوگرافت میذارید، وقتی این پلنت میخواین بذارید، این پلنتتون باید حتما داخل استخوان نیتیوه قرار بگیره. اگر تو مرز دوتا بلاکتون قرار بگیره ماده پیوندیتون و بدتون تقی از هم جدا میشه. دارین این پلنت رو میدین پایین تق جدا میشه. خیلی پیش اومده این برای همه همکاران. پس حواسمون باش اپروچ ما فرق میکنه زمانی که اتوگرافته با زمانی که آلوگرافته. و همونطور که اساتیدم فرمودن اگر که بخوایم اتوگراف رو میتراشیم، فرش میکنیم، تمیز میکنیم، لبه ها باید حتما حالا یا به فرموده استاد طالبی اگر کوچولو باشه شما فقط تیزی ها رو بردارین و اجازه بدین خون بیاد اونجا، گرانشن تیشو تشکیل بشه، نیاز به سوچور مجدد نداره. ولی اگه زخم بازی باشه شاید بتونین دوباره ولی اگه همینجوری بدون فرش کردن زخم بخواین این کارو بکنی تمامه، یعنی دوباره باز میشه و ارز خود میبری و زحمت ما میداری. اما شما استاد نظرتون چیه؟ شما وقتی فلپ میدی عروق و قطع پریوس رو قطع میکنه، خون داره اونجا میاد، همون خونه کافی نیست؟ من خودم عقیده اینه به خصوص اگر از یعنی ادوانس دارین کار میکنین، گرفت زیادی استفاده میکنین یا بلوک استفاده میکنین، حتما باید بسترتون هم خون داشته باشه. آیا اون پرفوریشنه جدای از اینی که میتونه خونو بیاره از فضای مغز و استخوان تو اتصال بعدی اون بلاک تأثیر داره؟ فکر میکنم آناستوموز میده، بله. یعنی یکی از مناطق شما وقتی پودر یه جی بی آر جزئی استفاده کردی میتونی به خون رسانی پریوست متکی باشی، ولی توی ادوانس حتما باید از بستر رو هم خون رسانی داشته باشی. شما توی این ناحیه اون چیزی که آقای دکتر نشون دادن تو اسلایدشون که پریوست رو خط میندازین، فقط اون خط انداختن پریوسته نیست، باید عضلاتتون کاملا از پریوسته جدا بشه که دیگه بعداً اون کشش رو ایجاد نکنه. آقای دکتر شیعه‌زاده عزیز، حالا بذارین از اساتید جراحی شروع کنم. استاد اشپور عزیز، در مورد اون مسئله‌ای که استاد طالبی گفتن و پس پرینسیپل آقای هوملی ونگ،
شما تا چه حد با اون دکورتیکیشن موافقین؟ حالا بعد شما نظرتون بفرمایید، من میگم صحبتم. یعنی حتما لازمه ما سوراخ بکنیم خون بیاد؟ 100% لازمه دکورتیکه بشه. حالا میتونه سوراخ بشه یا حتی خیلی از اساتید اون استخوان کورتکس رو میتراشن و بستر رو کاملا میرسونن به استخوان خونرسان. شما استاد نظرتون چیه؟ شما وقتی فلپ میدی عروق رو قطع پریوس رو قطع میکنه، خون داره اونجا میاد، همون خونه کافی نیست؟ من خودم عقیده‌ام اینه، به خصوص اگر از یعنی ادوانس دارین کار میکنین، گرفت زیادی استفاده میکنین یا بلوک استفاده میکنین، حتما باید بسترتون هم خون داشته باشه. آیا اون پرفوریشنه جدایی از اینی که میتونه خونو بیاره از فضای مغز و استخوان، تو اتصال بعدی اون بلاک تأثیر داره؟ فکر میکنم آناستوموز میده، بله. یعنی یکی از مناطق، شما وقتی پودر یه جی بی آر جزئی استفاده کردی میتونی به خون رسانی پریوست متکی باشی، ولی توی ادوانس حتما باید از بستر رو هم خون رسانی داشته باشی. استاد شما نظرتون؟ من دقیقاً موافقم، مخصوصا تو مواقعی که بلاک کار میکنیم، علاوه بر حالا فاکتور خونی که داره انتقال پیدا میکنه، فاکتور اوستوژنیکی هم که از اون ناحیه از بستر مغز و استخوان انتقال پیدا میکنه قطعا موثر در اینتگریشن اون گرفتی که انجام میشه. استاد طالبی بفهم. کاملا با نظر آقای دکتر اینا موافق هستم. ما وقتی در فک پایین کار میکنیم آقای دکتر معین، ما یه استخوان کورتیکال دنس داریم، اونجا خونرسانی برای بستر گرفت ما وجود نداره. ولی وقتی دکورتیکیشن انجام میدیم، دکورتیکیشن چند تا کار برای ما انجام میده. اول تو مرحله اول خونی که میاد داره اینفیوژنی که انجام میشه در چند روز اول از طریق پلاسماتیک سیرکولیشن اونجا رو تغذیه میکنه. بعد عروق میان اونجا و آنژیوژنز صورت میگیره. علاوه بر اون پریسایت ها دارن میان تو ناحیه و علاوه بر اونها ما اتفاق دیگه ای که میفته داریم بی ام پی ها رو از سطح استخوان اکسپوز میکنیم، به عنوان سیگنالینگ مولکول دارن برای ما عمل میکنن که اینا همه کمک میکنن که یه شرایط ایدئال رو برای استخوانسازی ایجاد کنیم. ولی گاهی اوقات در فک بالا زمانی که ما هیچ استخوان کورتیکالی نداریم، خیلی وقتا چند تا اسکرچ خیلی کوچیک هم ایجاد کنی اون شرایط رو براتون ایجاد میکنه، نیاز به دکورتیکیشن های ادوانس نداریم. ولی تو فک پایین به نظر من 100% نیاز است که دکورتیکیشن انجام بشه. متشکرم. دکتر شهزاده و دکتر حاجی زاده، من این پلیتر رو در آوردم، لازمه اونجا کار دیگه هم انجام بدم یا بذارم خودش هیل بشه بعد دیگه برم سراغ فلان جی بی آر مجدد؟ خب توی اینجور مواقع که پلیت رو برمی‌داریم اونجا سرشار از بافت گرانولیشن و التهابیه. جی بی آر همزمان توی اینجور مواقع خیلی ریسکش بالا میره. ترجیح برای اینه که اول اونجا کاملا دبریت بشه، بافت گرانولیشن کاملا حذف بشه، اجازه بدیم فلپمون به حالت طبیعی برگرده. بعد از یه فاصله زمانی که حالا اعداد مختلفی براش ذکر شده، ممکنه همون زمانی که برای سافت تیشو در نظر میگیریم که هیلینگ کافی داشته باشه 6 تا 8 هفته زمانی باشه که بعد بتونیم مداخله بعدی رو برای جی بی آر ناحیه انجام بدیم. مرسی. استاد حاجی زاده؟ منم موافقم. حداقل چند هفته بعد از دبریدمان کامل اون ناحیه گرانولیشن، یعنی هر چی از اونجا رو درش بیاریم دیگه، برسیم به همون بستر استخوانی و حالا اگر نیاز به کلوزر بافتی هستش حتما انجام بشه و بعد حتما تو مرحله یعنی بخیه بزنم دوباره چون باز شده، بله، لبه های زخممون فرش بشه و دوباره بتونیم که مدت ترمیممون سریعتر بکنیم و بعد دیگه بریم سراغ مراحل بعدی که شامل وستیبول پلاستی و افزایش بافت نرم. البته این نکته که گفتیم ما مواردی که در این حد اکسپوژر داریم و میدونیم اونجا دیگه همه بافت گرانوله التهابی، گاهی وقتا اکسپوژرها کمتره و مجبور به مداخله و برداشت هم میشیم، میبینیم که گرفت استخوانیمون در داخلش آنژیوژنز اتفاق افتاده. اون موقع ما میریم سراغ این که اونو به نتیجه نهاییش برسونیم دیگه. حالا میخوایم روش ممبرین بذاریم و فلپمون رو مجدد منیجمنت کنیم، اون بحثش جداست. ولی اکسپوژرهای در این حد که داریم دیگه نباید حتی اگه گرفتم داریم. متشکرم. خب این بیمار مراجعه کرد، استاد اشپور خیلی جامع راجع به سینوس صحبت کرد. خب
این مریض مراجعه کرد برای اینجا و دقیقاً همون مشکلی که استادم کیسش رو نشون دادن، اورانترال فیستولا داشت و اینجا میبینین تو نمای پانورامیک و همچنین نماهای آگزیال و در واقع فرونتالش کاملا سینوسش پر است. استاد اشپور بفرمایید اینو چیکارش کنیم؟ اصلا کار ماها هست؟ دکتر عکس از کلینیک بیمارم داریم؟ کلینیکشو متاسفانه ندارم، نه پیدا نکردم. کلینیک رو ندارم. بعد چند وقت گذشته از این؟ این فکر کنم چند ماه بود که این مشکل رو پیدا کرده بود و اومد. حقیقت این مریض من اولی با یه پانورامیک اومد و تو پانورامیکش خب دیدم سینوسش پره. من طبقه بالای مطبم آقای دکتر خدیوی، حالا البته بیشتر ایشون رینو کار میکنه ولی ENT هستن، فرستادم برای مشورت و درمان سینوزیت. معمولا هم حقیقت دوستان پزشک ENT معمولا یه آنتیبیوتیک میبندن، بعد بدون اینکه ببینن آیا خوب شده یا نه رادیوگرافی مجدد یه اوردر می‌نویسن که آقا سینوزیت بلامانه است، سینوزیتش درمان شد، شما کارتون رو انجام بدید. اینجوری بود قضیهش. حالا شما بفرمایید نظرتون رو که اصلا با یه همچین رادیوگرافی دوستان مواجه شدن بدون توجه به اون نمای بالینی. حالا تو بالینی که بالاخره اگه OAF باشد و دیده شود که دیگه خب مشخصه بایدیه، ولی این آمده سینوس لیفت انجام بده. بعضی وقتا هم پیش میاد، یعنی شما تو نمای بالینی OAF مشخصی ندارید، یعنی مخاط کاملا اونجا، ولی وقتی رادیوگرافی میگیریم میبینیم اون کرسته مشکل داره. اینو چیکارش کنیم؟ اتفاقا تو من دقیقاً برای همین پرسیدم. ببین حالا متاسفانه این عکس من اونجا نمیتونم بذارم، در دسترسی ندارم. بله. ولی بعضی وقتا نمای این OAF این شکلیه، یعنی شما دهان مریض رو که نگاه میکنین چند سانت زخم بازه. اون که بله. ببین این نمای همون بیماریه که من عکسشو گذاشته بودم. OAF ها وقتی قدیمی میشن یه مقدار منیجمنتشون سخت میشه، هرچی زودتر ارجاع بشن برای درمان کار راحت تره. یعنی OAF های چند ماهه معمولا خود ما هم برای بستنش به مشکل میخوریم. در مورد این کیس با توجه به اینکه دو طرف منطقه OAF استخوان خوبی بود، من ممکن بود حتی تصمیم بگیرم که همزمان با بستن OAF لیفت هم انجام بدم، ولی دیگه باید از چربی استفاده میکردم. یعنی سینوس لیفت بکنین استاد؟ بله سینوس لیفت هم بکنم، ولی از چربی باکال استفاده بکنم برای بستن OAF. یعنی که فلپمو بدم، پنجره‌مو باز کنم، محتویات سینوس رو ساکشن کنم، شستشو بدم، بعد از لبه های این عکس قبلیه از لبه های استخوان سالمی که دارم کمک بگیرم برای بلند کردن قشام از دیواره. اونجا که بلند کردم انگار حالا یه قشایی رو، یک سینوسی رو بلند کردم که پرفورش کردم. عین کار پرفورش کردم. حالا اون پرفوراسیون رو میتونم منیج کنم با PRF، با ممبرین توتو پچ. اون اسمی که از من پرسیدن من یادم رفت، استاد که داشتم میگفتن من به آقای تو عرض کردم اسمش آقای دکتر اینجا گذاشتن جیسون ممبرین، و از چربی باکال و لیفت هم انجام بدم، ولی فیکسچرمو نذارم برای دفعه بعدی. مرسی استاد. دادم شما چیزی ده؟ منم عرض کنم خدمت شما که من دقیقاً 2-3 هفته پیش بود یک همچین کیسی داشتیم که هم OAF داشت و هم داخل سینوسش سپتا داشت و شبیه همین بود، فقط تنها تفاوتی که داشت مثل این سینوس پر نبود. شما تو این مواقعی که اینقدر سینوس پر هست، اگر حتی بدون هیچ کامپلیکیشنی یا اگر بدون همونطور که استاد فرمودن تخلیه نکردن سینوس اقدام به سینوس لیفت بکنین، خب قطعاً مشکل تنفسی برای بیمارمون پیش خواهد اومد. در مواقعی که حتی شاید OAF نداشته باشیم و سینوس انقدر پر بشه، ما یه تکنیکی هستش که بعضی از همکاران گوش و حلق و بینی انجام میدن تحت عنوان FES Functional Endoscopic Sinus Surgery که میتونیم ارجاع بدیم با استفاده از اندوسکوپ سینوس رو تخلیه میکنن و بعد شما خیلی راحت اقدام درمانیتون رو انجام میدید. در این مورد هم من با استاد اشپور موافقم. اگر که سینوس رو بتونیم تخلیه بکنیم و قشا رو بزنیم بالا، OAF رو جدا منیج میکنیم و سینوس لیفتمون انجام میدیم، ولی قطعاً فیکسچر با فاصله زمانی کاشته. متشکرم. استاد طالبی،
این در واقع اوردر سینوسش رو بعد من دادم اینجوری، ولی همکارا وقتی که برای مثلا سینوس به رادیولوژیست میفرستن برای سینوس لیفت، CBCT معمولا سفارش داده میشه. من چی ببینم داخل سینوس و چه اوردری به رادیولوژیست بدم که یه چیزی رو باید ببینم؟ شما بگید. اولین نکته‌ای که واسه اوردر CBCT میگیم که واید ویو به ما بده که از پیتنسی سینوس و آستیومی که اونجا هست مطمئن باشیم گرفتگی داریم نداریم، مسدود هست یا نیست. این شرط موفقیت درمانه. یعنی اگر که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم، بررسی انجام بدیم، یعنی حتما باعثی باید یه دقیقه استیوم کجا باز میشه؟ کجا؟ ماتوس میانی. اینجا الان اصلا استیومی شما میبینید اصلا یعنی بسته است، استیومی اصلا باز نیست که بخواد. پس اونی که استاد دادمهر گفتن و استاد اشپور گفتن همینه. شما اول از همه وقتی تو نمای پانورامی میبینی سینوس اوپکه، یه طرف اوپکه، اولین کاری که بکنید میگین آقا CBCT لارج فیلد بگیر یا میت فیس بگیر، من میخوام ببینم استیوم بازه یا نه. اینو باید به رادیولوژیست بگی، وگرنه اون یه کات معمولی یه CBCT در واقع اسمال فیلد میگیره در حد 4-5 دندون شما و استیوم اصلا داخلش نمیفته. یا ارجاعش بدین به جراح، یا اگه میخوان خودتون حالا بالاخره آشنا بشین ببینید این چیزی که معین تقوی گفت، استاد طالبی گفت، استاد اشپور گفتن درسته یا نه، استیوم دیده میشه یا نه، بگین یه CBCT لارج فیلد بگیره، میت فیس بگیره، چه و ببینید دنبال استیومه بگردیم ببینیم بازه یا بسته است. خب کورونال سیتی درخواست کنم همون نما رو بهشون میده. چی میگن؟ کورونال سیتی کورونال سیتی سینوس خب یا بینی درخواست کنم اون رو بهشون. مرسی استاد جان. بفهمید دکتر طالبی شما صحبتتون تموم شد؟ خب شما بفهمید. فقط می‌خواستم اشپور صحبت داره. جان گفتم برای دکتر اشپور میخوام یه سوال بپرسم. خب من فقط می‌خواستم بگم این کیسایی که به این شکل هستن قبل از اینکه اصلا بخواد دارو درمانی بشه، یعنی فقط صرفا ارجاع بشه برای دارو درمانی، نتیجه نخواهد داشت، چون آنترافیستول وقتی وجود داره قبلش ما باید فیستول اون ناحیه رو سیل بکنیم، محتویات سینوس تخلیه بشه، تمیز بشه، بعد دارو درمانی را میخواد ENT باشه خودمون میخوایم کارو انجام بدیم من اتفاق بیفته، وگرنه صرفا فرستادن و دارو درمانی هیچ نتیجه‌ای نمیده. همونجور که استاد گفتن باید اونجا حالا میخواد پدیکل فلپ باشه، میخواد با کاتفات پد اونجا سیل بکنیم، محتویات سینوس تخلیه بشه، حتی لیفت بشه، اون قشا پرفورشنش هم بسته بشه، حالا تأخیری مرحله بعد درمانه بعد. مرسی استاد شما بگین تا منم بعد سوال. من یه نکته از شما سوال داشتم، این که وقتی زمان گذشته باشه اون مدخل سینوس ما کاملا اپیتلیالایز میشه. خب باشه اون چه کار باعث انجام بده وقتی بخوایم لیف کنیم بدیم بالا؟ آیا تأثیری در درمانمون خواهد داشت؟ نیاز هست که تمیز بشه؟ بله، لوای اپیتلیوم باید اون اپیتلیومی که داخل تشکیل شده، اون فیستول باید برداشته بشه تو اون محل. من که گفتم عکس کلینیک، چون بعضی وقتا تو کلینیک این بافت‌های خود استخوان نکروز میشه و اون دیفکت خیلی بزرگ میشه، در اون موانع نمیشه. اینی که من گفتم همزمان انجام بدیم به این دلیله که یه جورایی راحت تره. اگر شما الان سینوس رو ببندین و چند ماه بعد اقدام به لیفت کنین، چسبندگی که بین بافت نرمتون ایجاد میشه کارو خیلی سخت میکنه. دقیقاً. اگر از باکال رفته باشین، چسبندگی مخاط باکال رو دارین به قشای سینوس، یا چربی هم استفاده کرده باشین همینطوره. اگر بشه همون جلسه، یعنی اندازه اون دیفکت و محتویات سینوس این اجازه رو به شما بده که شما همون جلسه لیفت کنین، کارتون راحته. مرسی. ببینید اینم باز یه پرفورشن دیگه رسید، اینجوری شد. یعنی همون راپچری که استاد گفتن، آقای دکتر وقتی که راپچر اینجوری اتفاق میفته ابورت میشن، یعنی بره بعدن یا راه داره؟ راهش استاد اگه اینجور مواقع بخوام بریم، خب یکی همین بون سوچورینگا هستن، ولی باید قشر رو پیدا کنیم بتونیم سوچور کنیم، ولی همینجور توی چیز نمیشه سوچور، باید قشنگ پنجره بزرگ قشر رو از دیواره حالا حقیقت من اینو فکر کنم اینو ایمپلنتش هم گذاشتم خب، ولی من اومدم چیکار کردم، یه ممبرین 30/40
ببین آقای دکتر، این شکلی ممبرینتون رو آماده میکنین، اون قسمت پهن‌تره میره داخل سینوس، این برشایی که دادن برای اینه که قشنگ برگرده بیرون، چین نخوره ممبرینه، یعنی برگرده روی استخوانتون بخوابه. خب و بعد میتونین حالا با من اینا رو فقط برای اینی که اونجا بالاخره ممبرینه رو میبینیم با تگ من ثابتش کردم که نکشه به قول استاد با تنفس بره داخل سینوس، ولی اینا حقیقت پودر استخوان نذاشتم. یعنی یه روشی داریم، اسم روش رو بگو فرید جان. لومالیندا. یه ممبرین بزرگ، همین استیو والاس دیگه، میگه یه ممبرین بزرگ مثل بخچه در میارین، لبا دور تا دور استخوان بیرونی میمونه، این بخچه میره داخل سینوس، توشو پودر استخوان میکنیم و بعد این استخوان سازی اونجا انجام میشه. من حقیقت یه همچون کاری کردم ولی جرئت نکردم پودر استخوان بذارم، یه کمی همینجور ژل تامپ و کلاکون و اینا اونجا در واقع گذاشتم باشه و فکر میکنم این پلنچو گذاشتم، حالا یادم نیست، نتونستم پیدا کنم عکسشو. قسمت جلویی هم که این پلنچو گذاشتم، یعنی جای دندون پنجشو گذاشتم. جان اینو بگم که این روشو که پیاده میکنن مهم اینه که از دیواره پیش بیاد، زیر قشا کامل حرکت کنه، بره دیواره مدیالو بگیره و برگرده بیاد بیرون. بله. اگر یک قشه 3x4 هم گاهی وقتا اینجا جواب نمیده، باید دو تا روی هم باشه. بله، یا باید چند تا قشا باید بذارین دیگه، وگرنه استاد حتی 3x4 هم بخوابونین گرفت میذارین، یا باید چند تا قشا، دو طرف باز قشا بازه، توی حرکات باز دوباره میره اصلا اونجا داخل سینوس. مرسی. اگر میخوام باید همون کارو متشکرم. لبه قشا هم باید پیدا کنم. متشکرم. استاد اشپور عزیز، این GBR رزیدنت ها تو دانشکده انجام دادن و با این وضعیت مراجعه کرد. به نظرتون اشکال کار کجا بوده؟ این سایتوپلاس سایتوپلاس نیست ولی ممبرین غیر قابل جذب. چه ناحیه این ناحیه سانترال است دکتر، دو تا سانترال رو نداره، اون لتراله، اون ورم باز لتراله. حالا بعد فاینالش رو نشونتون میدم. توی بحث این GBR ها یکی از نکات مهم همونطور که آقای دکتر گفتن تایم اگر باید مدیریت بشه، رزیدنت ها به خصوص وقتی این کار رو انجام میدن با فراغ بال میشینن، حتی وسطاش عکس میگیرن و این کارا رو میکنن، یه مقدار خودش این تایم رو طولانی میکنه و باز مهمترین نکتهش همون تنشن فری بودن فلپ دیگه. فلپ رو به زور که برسونن این اتفاق. متشکرم استاد. یکی از بزرگواران اینجا یک چیزی گفت. آفرین. استاد طالبی چی گفت؟ چی گفت خانم دکتر؟ باید ممبرین غیر قابل جذب نباید به دندون بچسبه. این چسبونده بود به دندون. من، استاد فرید، دکتر عرب، هر کی، ما هم دقت نکرده بودیم این مسئله رو. مریض با این نما برگشت. آقای دکتر دادمهر، با این نما وقتی برگرده در واقع زمان این اکسپوژره آیا در منیجمنت شما تاثیرگذاره یا نه؟ قطعاً تاثیرگذاره و عرض کنم خدمت شما با این نما که بیاد من ترجیح نمیدم پروسیجری تو این نما انجام بدیم. یک کنترل پلاک بشه، یک هفته از دهانشویی کلورکسیدین بیمار استفاده بکنه، التهاب بافت بخوابه و بعد تصمیم بگیریم که ناحیه رو چیکار کنیم. اگر همونطور که حالا اساتید گفتن که صرفاً از با متریالی مثل آلوگراف استفاده شده، این اکسپوژر قطعاً محکوم به فناس، خوب بهتر خارجش بکنیم. ولی برای اینکه بتونیم بافت نرم سالم‌تری رو داشته باشیم، یک هفته کنترل پلاک و استفاده از کلورکسیدین رو توصیه می‌کنم. آقای دکتر حاجی زاده؟ آقای دکتر این TXC 200 یا نه اصلا از خانواده سایتوپلاس نیست. کره‌ای است، از این کره‌ای است. چه مدتیه که این الان شاید 2-3 هفته بعد از جراحیش بود. آقای دکتر اگر مثلا زمان بیشتری گذشته بود تا اکسپوژر قشا، شاید بهتر شما الان ما تا 4 تا 6 ماه نیاز داریم که اونجا در واقع GBRمون شکل بگیره و الان چون تایم خیلی کوتاهی اکسپوز شده، شاید نگه داشتن این قشا حالا توی نهایتاً بشه تا 1 ماه، بیشتر امکان نگهداریش نیستش. ولی اگه نواحی نزدیک به پایان GBRمون باشه، با استفاده از کلورهکسیدین بشه یه تایم بیشتری خرید که اون استخوان‌سازی اون زیر بیشتر شکل بگیره و بعد قشا رو خارج بکنیم بهتر. ولی اگه تو مراحل اولی که شما فرمودین
بهتره که زودتر خارج بشه، چون اینا تیشو اینتگریشن هم ندارن و همین شکلی حتی اگه بشه بازم کنار هم مجاورتش بیاریم، علیرغم عفونتی هم که اتفاق افتاده بهتر خارج. متشکرم. شما استاد؟ اولا استاد برای سوال اولتون بگم که توی این چند تا ایرادی که من میبینم، یکی چسبیده بودن به دندونشه، خب دومی که این قشا چین خورده. این قشا اصلا نباید چین بخوره، وقتی چین میخوره یعنی زیرش وید داره، فضای خالیه، وقتی که اینجوری باشه فشار رو بافت نرم میذاره، به سرعت اکسپوز میکنه. سوم هم این که به نظر میرسه خب در مورد تنشن فری بودنش باید شک هم کرد، به خاطر که نحوه کشیدن بافت به سمت باکال نشون دهنده اون نکروز لبه‌ایش اینی که احتمالاً با فشار زمان اکسپوژر چون تصمیم گیری شما تاثیرگذاره؟ 100%. اگر زیر 1 ماه باشه، من معمولا قشایی که اینجوری باشه دیگه تصمیم به خارج کردنش میگیرم و دیگه تمیز کردن ناحیه. اگر رفته باشه بالای 1 ماه، 6 هفته، 7 هفته باشه، خب اگر شرایط اکسپوژر هم خیلی وسیع نباشه، خب همونجور که گفتم با شستشو و کنترل پلاک بیمار چکش میکنم. اگر نه خارجش میکنم اگه داشت وسیع میشد و وضعیت گرفت زیرش رو بررسی میکنم که ببینم آیا ممبرین بذارم یا نه. متشکرم.